سلام به همه دوستان. امروز اومدیم با آموزش کسب درآمد از سایت آویسو. در قسمت اول بهتون یاد دادم چجوری از یوتیوب، وظایف و موج سواری ها پول در بیاریم. حالا اینجا یه تست ها میمونه، من بهتون علامت بدم. این تست ها متاسفانه نمیدونم چرا لوکیشن VPN ها رو قبول نداره یا خیلی سوالات سختی به زبان روسی که حتی مترجم واسهتون ترجمه کنه نمیتونین انجام بدین. پس ما بیخیال این گزینه میشیم. از 3 تا گزینه دیگه استفاده میکنیم: وظایف، موج سواری و یوتیوب. نامه ها و تست ها که با این گزینه که اصلا هیچ موقع من ندیدم کسب و کاری واسش باشه یا کارفرمایی. پس ما از این 3 طریق میمونه: وظایف، یه لحظه، وظایف، موج سواری و یوتیوب. اینو در نظر داشته باشید. خب حالا به چه عنوان چجوری از یوتیوب کسب درآمد کنین یه بار دیگه من بهتون مختصر توضیح میدم، چون دفعه قبلی هم بهتون گفتم این سری آموزش فرق میکنه. من میتونم اینجا این ویدیو را مشاهده کنم و کسب درآمد کنم. میگه انقدر ویدیو ببین، من انقدر روبل پرداخت میکنم. ویدیو رو که نگاه کردیم بهتون پرداخت میکنه. در این قسمت موجودیتون رو نشون میده. دوستان شما میتونین پولتون رو بزنین برداشت. همونطور که مشاهده میکنین روزی 1 بار میشه برداشت زد و زودتر نمیشه. یعنی شما روزی 1 بار، حداقل برداشتش هم از 3 روبل هستش به بالا. حالا ما اینو گفتیم، حالا ما یه روش دیگه هم واسه کسب درآمدتون داریم. میخوام شما دیگه از ویدیو دیدن در بیایید، یعنی همچنان ویدیو هم نگاه کنید ولی در کنارش هم یه کار اصلی دیگه و بهتر انجام بدین. اون کار چیه؟ من الان بهتون کامل در یک زبان مفید و خلاصه وار بهتون توضیح میدم. شما یه دونه چنل یوتیوب میسازین، همین آموزشی که بنده در اختیارتون قرار میدم انجام میدین. خب بعد همین رو میاین پست میکنین در یوتیوب. حالا شما به مشکل همون دوست عزیزی که ویدیو پیجش چنلش ویو نمیخورد میاد اینجا وظیفه قرار میده، من تو نگاه میکنیم و کسب درآمد میکنیم، شما همین کار میکنیم. یعنی میذارین قشنگ حسابتون به 20 روبل برسه. من واسه این کار بهتون وظایف قسمت تلگرام رو پیشنهاد میدم که کارا خیلی کوچیک هستش و نیم روبل هستش. یعنی در حدی که شما به یه دونه فقط ربات تلگرامی وارد میشین و استارت میزنین، یه اسکرین شات تهیه میکنین، آپلود میکنین، به کارفرما میفرستین، کارفرما کارتون تایید میزنه و پول میاد به کیف پول سایت. میتونین که برداشت بزنید بیاد تو پیرتون، ولت پیر. میتونی هم نه ایده بسازی. یکی مثلا آشپز هستش، میتونه یه مثلا چنل بزنه به اسم آشپز شو. خب اینجا یه کار. بعد حالا واسه ویو گرفتن این سری شما میاین از اینجا کسب درآمد میکنین. درآمدتون رو برداشت نمیزنید، به حساب اصلی این قسمت نگاه کنید بچه‌ها. راه های پرداختش رو که بزنید، یه راه هم هستش از این قسمت میتونیم پول بزنید به حساب تبلیغاتیمون و حساب تبلیغاتی رو شارژ میکنید. لینک ویدیویی که بارگذاری کردین تو یوتیوب رو ارجاع میدین به اینجا. اون واسهتون پست شما رو آگهی میکنه که مثلا به ازای هر 10 ثانیه دیدن چجوری شما پست سایر افراد رو نگاه میکنین به کسب درآمد میرسین.
خب اینجا هم یک سری افراد میان ویدیو شما رو نام میکنن و دوستان ببینین اگر ویدیوتون به 1000 ویو برسه چیزی در حدود یوتیوب $9 بستگی بر محتوای اون پستی که آپلود کردین در یوتیوب بهتون پرداخت میکنن. خب این تا اینجای موضوع که یک روش کاملا خوبی هستش. حالا شاید واسهتون بگین آقا روب چقدر مگه 20 روب آقا هزینه انقدر کافی هستش ما بزنیم برداشت یا بذاریم تو یوتیوب؟ دوستان من رفتم از تو اینترنت سرچ کردم قیمت روب، مشاهده کردم که قیمت روب الان 850 تک تومانیه. یعنی شما 20 روب اینجا کسب میکنین از طریق وظایف، در حد بگم نیم ساعت بیشتر طول نمیکشه و این 20 روب رو فکر کنم در حد 233 نفر میتونین باهاش به اون چنل یوتیوبتون بکشونین و اون کلیپی که مد نظرتون هست ویو بخوره رو مشاهده میکنن و ویو میخوره. میتونین حساب سایتتون رو به 100 روب برسونین و سریع یه دونه مثلا 100 روب رو فکر کنم دیگه بالای 1000 ویو بتونه به شما بده. حالا اینجا واسه سابسکرایب من باز میتونین بزنین ولی قیمت ها متفاوته. واسه سابسکرایب فکر کنم قیمت ها بیشتر میشه. وظیفه میذارین مثلا همونجوری که تو تلگرام وظیفه گذاشتن میتونین تو قسمت یوتیوب هم وظیفه بذارین که آقا کاربر باید سابسکرایب کنه، یه کامنت هم بذاره و با اسکرین شات به شما نشون بده. همونجوری که شما کارتون رو واسه کارفرما میفرستین اسکرین شات میفرستین، اون طرف هم واسه شما باید اسکرین شات بفرسته و شما چک میکنین که بله اسکرین شات فرستاده، مثلا بهش تایم دادین آقا یک روزه من کارتون رو میبینم و میبینین و بهش پرداخت میکنین. چون اگر طرف کار شما رو انجام بده به درستی و شما بهش پول رو پرداخت نکنین، اینجا یه مسئله پیش میاد، کاربر میره ازتون شکایت میکنه تو سایت و حسابتون بسته میشه. بهتره که پول کاربر رو پرداخت کنین. حالا یه سوال دیگه واسهتون پیش میاد که شما چجوری تولید محتوا کنید تو اینترنت؟ از چه راهی؟ گفتم که اگر آشپزی بلد هستی، تو رستوران ها کار میکنین، یه شغل اول مثلا واسه خودتون دارین آشپزی، چه بهتر همون رو یک ویدیو بسازین، یک ادیت هم من بهتون یاد میدم در یه پست بعدی تا 3 ساعت دیگه آپلود میکنم در چنل میذارم. فقط شما سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنید که ببینید. این دوستان این توضیحی که من راجع به کسب درآمد بهتون میدم کاملا تضمینی هستش. یوتیوب یه دونه پلتفرمی هستش که اگر شما پستی بذارین باید هر روز فعالیت داشته باشین در این پلتفرم که فکر کنم 90 روز طول میکشه از سندباکس در بیاین. یعنی شما به قسمت جستجوهای گوگل و یوتیوب برسین. یعنی یکی کسی که اگر دنبال آشپزی بود میاد ویدیوهای شما رو تو صفحه بالاتر یا پایینتر یا مقدار پایینتر میبینه. شما از این مرحله عبور کردید، ولی این به بازه زمانه 90 روزه لازمه. اگر ما با این سایت روسی شروع کنیم ویدیو ببینیم و کسب درآمد کنیم، وظیفه انجام بدیم، از هر راهی از این 3 تا راهی که بهتون گفتم، موج سواری، یوتیوب و وظیفه تلگرام که پیشنهاد من وظیفه های هستش در دسته‌بندی تلگرام. حالا بهتون نشون میدم چجوری دسته‌بندی تلگرام رو فعال کنید. خب ما به این قسمت میریم، وظایف. خب وای میستیم ترجمه واسمون بزنه که زد. اینجا دسته‌بندی کارو میزنیم، فقط تلگرام. ببینید دوستان کارا فقط کارهای تلگرامی هستش. فقط نوشته چی؟ خب این نوشته به 2 یا 3 پست آخر لایک، قلب یا مشابه بزنید، گزارش رو ارسال کنید، پول بگیرید. حالا اینجا نوشته اسکرین شات، این قسمت رو دقت داشته باشین، توجه کنید، کارفرما دقیقاً اینو ازتون میخواد. خب
اسکرین شات را در آن اشتراک و واکنش‌ها قابل مشاهده خواهد بود. اسکرین شات بدین، واکنشاتون توش نشون داده باشین. دوستان لازم نیست آدرس اینو کپی کنین، اومده واسه اون کار رو راحت‌تر کرده. من الان بهتون میگم چه شکلی هستش. حالا من کار رو انجام دادم، یه کار دیگه مثلا واسهتون نمایش میدم. خب حالا یه ذره سخته کار. ببین دوستان یه سری کارا هستش، مثلا یه دونه هستش اینا یه مقدار سخت‌تر هست، یا مثلا 20 تا روبلتون میده فکر کنم که در حد 1 ساعتی طول بکشه که شما به این پول برسین. شما میتونید از کارهای کوچیک‌تر مثل این، اگه کارش من از قبل انجام نداشت مثل سه قبل، خب در کانال عضو میشوید رو، خب نه کارو انجام ندادم. دوستان شما به محض اینکه روی شروع اجرا کنید خب وارد تلگرام میشی و این کانالی که بهتون گفته اینو خودکار میرین و وارد اونجا میشین کانال تلگرامی و یه اسکرین شات تهیه میکنین. حالا ما شروع میکنیم که یه بار بهتون مجدد یاد بدم. خب دوستان الان ما وارد شدیم، کافی یه دونه اسکرین شات. یه لحظه معذرت من چرخش میزنم. بله گرفتیم واسه شون. حالا ما برمیگردیم سر سایت. وظایف یه لحظه من باید مجدد پیداش کنم. خب فکر کنم این یکی بود. میزنیم انتخاب فایل. بچه ها نگاه کنین اینجا گفته گزارش. حالا گزارش ممکنه یارو بگه نام کاربری یا آیدی تو واسه مون قرار بده یا اسکرین شات. کارفرما ازمون اسکرین شات خواسته، ما آخرین اسکرین شات رو واسه شون میفرستم. یه بار دیگه باگ داره سیستم. خب دوستان نگاه کنین اینجا داره آپلود میکنه واسه تون. بله کار اومد. حالا که آپلود کرد ما این قسمت رو میزنیم و ما واسه کارفرما کار خودمون رو فرستادیم. شما به همین شیوه شروع کنین آروم آروم روب ببین کاری که در حد 10 ثانیه بود و من سریع واسه شون انجام دادم و به این پول میرسن. حالا این پول ما کنید دوستان شما من چند تا کار انجام دادم واسه شون. خب اینجوری که ما میبینیم نوشته در درس بررسی در حال انجام است، پرداخت شده. دوستان کارفرماها کارو پرداخت میکنن. همجور مشاهده کردین من این کارا رو انجام دادم و پولشو گرفتم و پول اومده به اینجا به این قسمت اضافه میشه، به این قسمت. من از این قسمت انتقال میدم به این قسمت و از اینجا شروع میکنم به آپلود لینک ویدیومو میذارم که کسانی که میخوان تبلیغ ببینن و پول در بیارن از این طریق بیان ویدیو منو ببینن، ویو بخوره، سابسکرایب بخوره، چنل من سریعتر 10 روزه از ساند باکس بیاد بیرون. خب حالا من در یه پست بعدی واسهتون آموزش ادیت میذارم که ویدیوتون در یوتیوب فارسی سریعاً بیاد بالا، یعنی یه ادیت خوشگل که کاربر وقتی که دید ویدیو تو رو انتخاب کنه. در یه پست بعدی بهتون آموزش میدم. با امید دیدار.